طوفان در مادرید، ژابی آلونسو در آستانه اخراج. در رئال مادرید حرف فقط یک چیز است: شایسته سالاری. بین ژابی آلونسو و وینیسیوس کاملا مشخص است چه کسی قربانی می شود. نتایج فاجعه بار، سردرگمی تاکتیکی و شروع ضعیف همگی یک پیام دارند. اگر رئال مقابل اولمپیاکوس شکست بخورد، ژابی آلونسو اخراج خواهد شد. پایان داستان. لیورپول دنبال بمب 140 میلیون یورویی. لیورپول قصد دارد برای ژائو نوز، هافبک 21 ساله پاریس سن ژرمن، پیشنهاد 140 میلیونی بدهد. انتقالی که میتواند یکی از گرانترین خریدهای تاریخ باشگاه شود. گنابری در مسیر جدایی. یوونتوس و لیورپول درباره جذب سرژ گنابری در سال 2026 تحقیق کردند. بایرن هم فقط در صورت کاهش دستمزد حاضر است قراردادش را تمدید کند. آینده او کاملا مبهم است. بازگشت رسمی نیکو پاز به رئال مادرید. نیکو پاز از بازگشتش راضی است و رئال هم با تمام خواسته‌هایش موافقت کرده. او تابستان 2026 رسما به مادرید برمیگردد و برای تیم اصلی بازی خواهد کرد. اوپاماکانو موضوع پول نیست. اوپاماکانو درباره تمدید با بایرن گفت: در حال مذاکره ایم، موضوع پول نیست. حرفی که نشان می‌دهد او یا به جدایی فکر می‌کند یا جنگ قدرت تازه‌ای در مونیخ شروع شده. آقای گل لیگ چین در تیررس استقلال. فابیو آبرئو، ستاره آنگولای بیجینگ گوهان که فصل قبل با 28 گل آقای گل چین شد، حالا به عنوان گزینه جدی استقلال مطرح شده. استقلال به دنبال یک مهاجم آماده و گلزن است و آبرئو دقیقاً همان پروفایلی است که کادر فنی می‌خواهد. سپاهان سراغ مامه تیام رفت. باشگاه سپاهان به طور رسمی با مامه تیام وارد مذاکره شده. مهاجمی که هنوز اسمش برای هواداران استقلال خاطره‌سازه. سپاهان قصد دارد یک مهاجم خارجی بزرگ جذب کند و تیام در صدر لیست است. پرسپولیس با سرگیف به توافق اولیه رسید. باشگاه پرسپولیس مذاکراتش با ایگور سرگیف را پیش برده و حالا به توافق اولیه رسیده. اسمار ویرا روی جذب این مهاجم ازبک نظر مثبت دارد و سرگیف هم نسبت به حضور در ایران تمایل نشان داده. انتقال محبی به سریا جدی شد. ایجنت محبی تایید کرد که پارمای ایتالیا پیشنهاد رسمی داده. انتقال محبی به سریا در حال بررسی است و اگر توافق نهایی شود، او یکی از معدود ستاره‌های ایرانی خواهد بود که مستقیم به سریا می رود. قلعه‌نویی این حمله ها به شجاع بی‌انصافیه. امیر قلعه‌نویی از شجاع خلیلزاده دفاع کرد. رونالدو در 40 سالگی شاهکار می کند. چرا اینقدر به شجاع فشار می آورید؟ با وجود سنش یکی از بهترین های تیم ملیه.